قاچاقچی توی محلمون یه انبار گرفتن. اینم رئیسشونه، بهش میگن اخشامک. علی صادقی پور، نوجوان تلخابی 17 ساله‌ای که با ساخت فیلم کوتاه قاچاقچی‌ها با موضوع حمایت از کالای ایرانی به مرحله نهایی المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در اصفهان راه یافت و مورد انتخاب داوران قرار گرفت. علی صادقی پور بابت اثر قاچاقچی‌ها. نوجوان فیلمساز تلخابی مدت هاست به این کار علاقه‌مند است. من تقریبا از 10 سالگی خودم فیلم می ساختم و اولش یه جورایی روم نمیشد که به کسی بگم این فیلم ساختن رو. بعدها به خانوادم گفتم، اونا اومدن تو فیلمام همکاری کردن و دوستانم و این گروهی بزرگتر شد. کانون پرورش فکری فیلممون رو اکران کردیم و اونجا مربی کانون پرورش فکری به من پیشنهاد دادن که فیلمت رو به المپیاد فیلمسازی بفرست. از تجهیزات فیلم برداری که با گوشی موبایل فیلم برداری میکنیم و حتی تدوینش هم با گوشی موبایل هستش و هیچ کدوم از بچه هایی که توی فیلم ها با ما همکاری میکنن هیچ کلاسی رو نگذروندن. اما هر فیلم برای این فیلمساز نوجوان چقدر هزینه دارد؟ هزینه‌ای که برای فیلم ها صرف میشه معمولاً در حد یه خوراکی هست که توی پشت صحنه میگیریم و وسیله اگه بخوایم استفاده بکنیم بچه‌ها مثلا از خونه‌شون میارن. این فیلمساز نوجوان برای توسعه فضای هنری شهرستان فراهان از مسئولان انتظاراتی دارد. یک فضایی برای آموزش حرفه‌ای برای بچه‌ها فراهم بشه و تجهیزاتی رو در اختیار ما قرار بدن میتونه اتفاقات بسیار بهتری رو برای ما و نوجوان‌های شهر تلخا و شهرستان فراهان رقم بزنه. قرار است مستندی هم برای صدا و سیما بسازد و به سفارش صدا سیما قرار هست که یک مستند 13 قسمتی تهیه کنیم که احتمالاً از 1 تا 13 فروردین ماه سال 1403 از شبکه آفتاب پخش میشه و در 13 قسمت 13 شهر زیبای استان مرکزی رو قراره به مخاطبان معرفی کنیم. فراهانی، خبرگزاری صدا و سیما، فراهان.